بعد از ظهر روز چهارشنبه 11 می در تالار بزرگ کتابخانه ملی در شهر دوشنبه همایشی بین المللی دایر به طرح کسا هزار خط بلند شدت انتقالی نیروی برقی کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی برگزار شد. در این همایشی بین المللی اکثرا وزیران آب و انرژی کشورهای پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و همچنین نماینده قرقیزستان هم شرکت داشت. طرح انتقال برق بلند شدت کسا هزار انتقال 1300 مگاوات برق تاجیکستان و قرقیزستان را به پاکستان و افغانستان در نظر دارد. از این 1300 مگاوات که اکثرا در فصل تابستان صورت خواهد گرفت، 1000 مگاواتش از نیروگاه‌های تاجیکستان و حدود 300 مگاوات باقی مانده‌اش از نیروگاه‌های قرقیزستان تامین خواهند شد. در جریان این همایش یک اظهاراتی غیر منتظره از جانب نماینده افغانستان صدا داد. وزیر آب و انرژی افغانستان گفت که کشورش تصمیم گرفته است که از خط بلند شدت کسا هزار 1 مگاوات نیروی برق نخواهد گرفت و افغانستان به حیث تنها کشور ترانزیتی خواهد بود و تنها از ترانزیت نیروی برق به پاکستان تا حد 45 میلیون دلار در یک سال سود خواهد برداشت. و اخیراً تصمیم گرفته شد افغانستان از انرژی پروژه کاسا 1000 استفاده نخواهد کرد و فقط وسیله و نقطه اتصال بین آسیای میانه و جنوب آسیا خواهد بود. اگر ما از پروژه کاسا 1000 از انرژی کاسا 1000 استفاده میکردیم، برای سالهای متوالی ما باید وابسته به نیروهای برق کشورهای آسیای میانه می بودیم، در صورتی که خود ما سورس‌های بسیار سرشاری برای سرمایه‌گذاری داریم و پلان خودکفایی برق جدیداً ما در افغانستان طرح کردیم که با کار زیاد و فعالیت گسترده و با حمایت دولت می‌خواهیم که به سمت خودکفایی انرژی در افغانستان بریم. یکی از سرمایه‌گذاران اصلی طرح کسا هزار بانک عمومی جهانی است و طور نماینده بانک عمومی جهانی امروز در این همایش بین المللی شهر داد برای اداره کردن طرح کسا هزار در یکی از بانک‌هایی که در 4 کشور شامل این طرح نیستند یک صورت حسابی ویژه ساخته سازمان خواهد داده شد و تمام داد و ستد این طرح توسط محض همین صورت حساب انجام خواهد شد. یعنی کشورهای صادر کننده برق تاجیکستان و قرقیزستان از حساب صادرات برق سود خواهند برداشت. افغانستان حق ترانزیت نیروی برق را به پاکستان خواهد داد و پاکستان البته همچون کشوری وارد کننده نیروی برق پولی همه این خراجات ها را پرداخت خواهد کرد. Проект КАСА-1000 для Кыргызстана также является ключевым проектом региональным. Его реализация увеличит экспортный потенциал страны, откроет выход на новый рынок в Южной Азии. همچنین هنگام تطبیق طرح کسا هزار جنبه‌های اجتماعی آن نیز در نظر گرفته شده است. یعنی در مناطقی که این خط بلند شدت می‌گذارد اگر از محل‌های زیست اهالی نشین گذارد، آنهایی که از زیر این خط کوچانیده می‌شوند البته خراجات آنها زیان آنها جبران کرده خواهد شد در همه مسیر این خط. و همچنین در مسئله بسیار پیچیده در راه تطبیق کسا هزار این مسئله امنیتی سیمچوب‌های این خط در افغانستان بود، اما طور نمایندگان افغانستان میگویند طرح کسا هزار طور طرح‌ریزی شده است که فایده‌ای که از آن به دست می‌آید به اهالی که در کنار این خط جایگیرند تقسیم کرده خواهد شد و همچنین هنگام ساختمان این خط بلند شدت نیروی برق اهالی محلی نیز همچون ساختمانچی جلب کرده می‌شوند و از این رو نمایندگان افغانستان ادعا میکنند که اهالی مردم افغانستان برای تطبیق این طرح خیلی منفعت دارند و البته نمیگذارند که جنگجویان و یا نفران دیگر این خطها را خراب کنند، چون که از این خط آنها سود مالی میبردارند. قرار است فردا در نزدیکی شهر ترسونزاده در تاجیکستان رسمی آغاز ساختمان طرح کسا هزار با شرکت رئیس جمهور امامعلی رحمان، سروزیران قرقیزستان و پاکستان و همچنین رئیس جمهوری اجرایی افغانستان دکتر عبدالله صورت بگیرد.